فکر کنم موج مکزیکی هم بخواید برید شما اینجوری که شروع کردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم و رحمت الله. جواب سلام واجب. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوارم. خاک قدمتون توتیا و سرمه چشم ما، مهمانان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید. 5 سالی است تقریبا 4-5 سالی است این مراسم عید بیعت که ما خوب در جریان باشید. حتی بابت تک تک واژه‌هاش با علما و مراکز تخصصی حوزه مشورت گرفتیم که خارج از خطوط مبانی و اعتقادات و چارچوب‌های دینی و شیعی ما نباشه. اونچه که امروز عید بیعت خونده میشه سال 5مشه، در حال برگزاری است و همونطور که برادر عزیزم تحویلدار فرمودن سال گذشته در تمامی مراکز استانها و خیلی دیگر از شهرها برگزار میشد. امسال به خاطر کرونا حتی ما مراسم تهران رو هم کنسل کردیم. بنده عرض احترام هم دارم به همه بزرگوارانی که از راه دور از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن ما رو دنبال میکنن. خیلی بنا ندارم مصدقتون بشم. مطلبی رو آماده کردم خدمت شما، مطلب مهم و جالبی است، عنایت بفرمایید. ما همیشه در مراسماتمون حواسمون هست که شور و شعور کنار همدیگه باشه. بنای از این جلسات افزایش معرفته و همین که شیعیان و محبان حضرت دور هم جمع میشن خودش موضوعیت داره، در این شکی نیست. اما چقدر خوبه که این در راستای افزایش آگاهی هم باشه. شاید به ضرس قاطع بشه گفت در بین شیعه و سنی یکی از متواترترین روایات در مورد ظهور این عبارت معروفه که شما شنیدید: یملأ الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، که خداوند متعال به واسطه حضرت دنیا رو و زمین رو، کل کره زمین رو پر از قسط و عدل میکنه، کما این که قبل از آن پر از ظلم و جور شده. در اکثر متون همین کما ملئت اومده، در برخی از متون هم بعد ما ملئت، یعنی بعد از آن که پر از ظلم و جور شده بود. بارها عرض کردیم افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. یک نفر هم میتونه در حق تمام این جمع ظلم بکنه. یک نفر بیاد همین الان پشت تریبون یک توهینی به این جمع بکنه، به کل این جمع ظلم کرده. منتها این یک نفره. برخی اشتباه کردن، فکر کردن که آقا نه، افزایش ظلم به معنی الزاما به معنی افزایش ظالمه، یعنی همه باید ظالم باشن. از قضا اگه همه ظالم باشن هم دیگه چه بسا از این حالت بعدشون هم نیاد. این نشون میده که نه، ما ظلم رو نخواهیم پذیرفت. درسته دنیا رو ظلم و جور میگیره، همین الان دنیا رو ظلم و جور گرفته، اما هستن کسایی منتظران حضرت که مقهور این ظلم و جور و این سیستمی که اینها در دنیا میسازن نمیشن، محکم میستن، مسخرهشون میکنن. ولا یخافون لومة لائم. قرآن میفرماد که از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترسید. شما دیدید در همین ایام دنبال بودن مراسمات مذهبی برگزار بشه، کوچکترین ایرادی پیدا کنن که پروتکل‌های بهداشتی مثلا رعایت نشده باشه، تو بوق و کرنا کنن. اما در همین ایام اتفاقات دیگری افتاد که مذهبی هم نبود، جمعیت کثیری هم جمع شدن، پروتکل‌های رو هم رعایت نکردن، اما صدا از کسی در نیامد. یکی از مسئولین خاطرم هست
در سفر 40 این همه زیبایی رو ندیده بود. از مرز ایران که مهران و مردم رد می‌کردن وارد عراق می‌شدن، با علت کثرت جمعیت وسیله و خودرو نبود. مردم مجبور شدن پیاده از لب مرز عراق راه بیفتن برن به سمت خودشون و به سمت نجف برسونن که خیلی راهه، تا آرام آرام حالا مسیر رو شروع کنن، ماشین‌های بیان اینا رو ببرن. تو راه حالا تشنه شده بودن، ماشین‌های عراقی‌ها می اومدن آب میرسوندن، این آبای معدنی رو. حالا یه تعدادی از این قوطی‌های آبای معدنی هم انداخته بودن توی بیابون. یکی از این مسئولین مندم آمده یه مطلبی رو تو شبکه‌های اجتماعی انتشار داده که آقا اینا نگاه کن، اینا دارن آشغال میندازن. حالا صبح تا شب مسابقات ورزشی، کارناوال‌ها، نمیدونم جشن‌ها، چیزهای مختلف برگزار می‌شده، نه تو ایران، تو کل دنیا. بعدش 2 روز 3 روز دارن تمیز میکنن، اونو نمیبینن. 40 این همه زیبایی رو نمیبینن. این نشون میده آقا اینها روی ما حساسیت بیخود دارن. حالا بیخود یا با خود عیبی نداره، اینقدر که ما زیر ذره بین هستیم این خیلی هم خوبه و این باعث میشه که ما حواسمون بیشتر جمع باشه. اما میخوام بگم اصلا تو این مسیر قرار فوش بخوریم، قرار تمسخر بشیم، قرار دائم سرزنش بشنویم. چه باک؟ بر حق هستیم یا نه؟ اگر بر حق نیستیم مردم تشویقمون میکنن، اون تشویق 2 قرون نمیارزه. اما اگر بر حق هستیم قرار ناسزا بشنویم. دوست ندارم روز عید مکدر کنم خاطرتون رو، اما اگر صبح تا شب ما ناسزا و حرفهای ناروا بشنویم، به گرد پای توهین‌هایی که در دوره‌های گذشته به اهل بیت شد نمیرسه. بر بیش از 70,000 منبر امیرالمومنین علی علیه السلام رو لعن میکردن، توهین میکردن. طرف یادش رفت بعد از نماز امیرالمومنین رو لعن بکنه، به کفاره این کار یه مسجد ساخت، پول داد یه مسجد بسازن، اسمش هم گذاشتن مسجد ذکر. شیعه به این سادگی به این مرحله نرسیده که یک ورزشگاه چند هزار نفری پر از مشتاقان حضرات اهل بیت بشه و فریاد بزنن نام مقدس اهل بیت رو به سر زبون بیارن. در یک روز قدیر در زمان شیخ مفید میگه 14,000 نفر رو در بغداد سر بریدن به خاطر برگزاری قدیر. فراموش نکنیم برادر من، خواهر من، امروز رو در برخی از روایات قدیر ثانی نامیدن. قدیر ثانی نه از این جهت که حالا مثلا در مرتبه دیگری است، نه، یعنی عین همون قدیره. این مسیر، این جاده، یا امیرالمومنین داره ابتداش یا آقا صاحب الزمان داره انتهاش. مثل یه خیابونی رو، یک اتوبانی رو فرض بکنید که شما اگر به اون عوارضی آخر جاده نرسی مسیر رو تمام نکردی. فردی 11 امام تا امام حسن عسکری رو بشناسه اما امام زمان رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. تأکید بر اینه من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمان خودش رو نشناسه. این تأکیده. دنیا پر از ظلم و جور میشه. دقت کنید، نگفته دنیا پر از کفر میشه، دنیا پر از ظلم و جور میشه، چون در برخی جاها حتی به نام اسلام هم ظلم خواهند کرد، به نام دین هم ظلم خواهند کرد، به نام دین سر خواهند برید. ظلم ناشی از نبودن عدله. اگه جای عدل نباشه میگن ظلم شکل گرفته. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. پول شما باید تو جیب شما باشه، اگه اومد تو جیب من یعنی من ظلم کردم در حق شما. از کجا بفهمیم یک چیزی باید سر جای خودش باشه؟ میگه ببین حق چی میگه. حق رو چطور تشخیص بدیم؟ تو این دنیا همه میگن ما بر حقیم. 1 وحی، 2 عقل، 3 فطرت. آدم عاقل باشه حق رو پیدا میکنه، عاقل باشه. ما خیلی ساده از حضرت سلمان علیه السلام رحمت الله علیه رضوان خدا بر او باد میگذاریم. افتخار ما ایرانی هاست. به من و شما بگم 20 کیلومتر اونورتر یک اتفاقی افتاده که حضور شما باعث میشه که حق تقویت بشه، شیر یا خط میندازیم بریم یا نریم. سن ایشون خیلی از پیامبر بالاتر بود، پیرمردی بود.
با خبر شد در شبه جزیره عربستان که عزیزان اون موقع عربستان الان نبوده، میگه کل شبه جزیره عربستان رو میگشتی 17 نفر فقط پیدا میکردی که سواد خوندن نوشتن داشتن. امیرالمومنین میفرماد دیگه بعدها که حضرت به حکومت میرسه طعنه میزنه بهشون، میفرماد از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردن. ایرانی ها زمانی که میخواستن برن مصر رو بگیرن از شبه جزیره عربستان نیرو رد نکردن، با کشتی از خلیج فارس رفتن، از اون طرف دریای سرخ رفتن مصر رو گرفتن. حتی حاضر نبودن نیروهاشون از بیابون اونجا بگذرونن. بعد حضرت سلمان میشنوان پیامبر وعده داده شده در اونجا ظهور کردن، تو اون سن و سال خودشو میرسونه به اونجا. نه زبانشونو بلد بوده اون موقع، نه وسیله های ارتباطی بوده امروز که بتونه سوال بپرسه مطمئن بشه شما همون آدمی یا نه. خوبه بدونید همین آیه قرآن سوره مائده آیه 54 و 55 که عرض کردم، وقتی از پیامبر پرسیدن این قوم کیه تو آخر الزمان میان که سرزنش هیچ سرزنش کننده روشون اثر نداره، جهاد میکنن در راه خدا، بیایید و ببینید. عزیزن در مقابل کفار و در مقابل مؤمنین فروتنن. حضرت فرمود هاذا و زبور، زد به شانه حضرت سلمان و فرمود اینو با قومش. سندش در منابع شیعه و سنی هست و امروز نسل حضرت سلمان به همون بالندگی رسیده. ما ایرانی ها عرب هم داریم اما اکثریتمون عرب نبودن، اما حق رو پذیرفتیم. اسلام رو وقتی گرفتیم گفتیم آقا این ورژن شیعیشو میخوایم. فطرتمون اینو میپذیرفت. آدم عاقل باشه به حق میرسه، وحی که سر جای خودش میگه حق چیست چی نیست، اما آدم حتی عاقل باشه به حق میرسه، آدم فطرت داشته باشه به حق میرسه. کدوم آدمیه که تو فطرتش به عاشورا نگاه بکنه و نفهمه یزید بد بود و امام حسین خوب؟ کدوم آدمی است به فطرت و اخلاق رجوع بکنه و روضه حضرت علی اصغر براش بخوانن و به هم نریزه؟ خدا گواه طرف هندو بود، اومده بود ایران، فیلمساز بود، در مورد عاشورا با بنده صحبت میکرد، راجع به روضه حضرت علی اصغر که میرسید میریخت به هم. تو احکام فقهی ما اون آدم نجسه اما فطرت داره. همه چیز سر تشخیص این حقه. قرآن هم نگاه بکنید در سیره اهل بیت هم دائم داره تذکر میده که آقا این حق رو به پا بدارید، این حق رو به پا بدارید. قرآن بیشتر از آن که به ما اطلاعات بدهد که چی خوب است چی بد هست که این کار را کرده ها، دارد به ما میگوید یادت نره این خوب هست این بد است. فذکر، به پیامبرانش میفرماد که بهشون به ذهنشون بیار، تو یادشون بناز، اینا خودشون میدونن. کیه ندونه ظلم بده؟ کیه ندونه امانت داری خوبه؟ قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، بابا شما تو ذاتتون، تو وجودتون، وجدانتون، فطرتتون، عقلتون ایمان رو دوست دارید و زینه فی قلوبکم، و تزیین شده است تو قلب‌های شما، یعنی شما خوشتون میاد. دزدی بکنه پولشو میبره پیش یه آدم امین میذاره، او هم میدونه امانت داری خوبه، هر چند خودش بهش عمل نکنه. یک آیه ای رو میخوام امروز بهش اشاره بکنم، خیلی آیه عجیبی است. آدم بعضی موقع میبینید 10 بار 15 بار در طول عمرش چه بسا قرآن خونده، دیگه بالاخره ما رمضان یه دور قرآن میخونیم دیگه، بعد با خودش میگه این آیه رو چطور تا حالا ندیده بودم. خیلی آیه عجیبی است، میخوام خوب دقت بفرمایید. سوره انعام آیه 44. همینا رو عرض کردم، این آیه رو میخوام امروز بحث بکنم و بحث امروز بنده باشه. میفرماد فلما نسوا ما ذکروا به، پس وقتی که یادشون رفت اون تذکرایی که بهشون داده میشد، همون ذکر، اون تذکر به چیه؟ به حقه. میگه وقتی یادشون رفت ما چیکارشون کردیم؟ جهنمیشون کردیم، از آسمون شهاب سنگ باروندیم بر سرشون، صیحه‌ای زد اینا در خواب مردن، سیل آمد، سنگ بارید.
نه خیر، خیلی عجیبه. میفرماد وقتی یادشون رفت آنچه که بهشون تذکر داده میشد، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دربهای همه چیز رو به روی اینها باز کردیم. یعنی بهشون نعمت دادیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا جایی که دیگه اینا خوشحال و سرخوش شدن. خوشحالی از جنس نافرمانی ها، خوشحالی که مثل یک کسی که خنده از سر بدمستی میزنه. میفهمد اون لحظه اخذناهم بغتة، اما به یک باره گرفتیم همه چی رو ازشون. فاذا هم مبلسون، پس همینطور موندن هاج و واج و ناامید. میفرماد جماعتی که یادشون رفت حق چیه، هی تذکر بهشون داده شد، یادشون رفت، نخواستن بشنون، تا تونستیم بهشون نعمات دادیم، ابواب کل شیء رو برشون باز کردیم. حالا راجع به اینا صحبت خواهم کرد. اما به یک باره همه چی رو ازشون گرفتیم، پس ناامید شدن، هاج و واج موندن. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس دنباله زندگی این جمعیتی که ستم کرده بودند رو قطع کردیم و قطع شد. و آخر آیه اینه والحمد لله رب العالمین، و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. ها والا یعنی چی؟ چند تا نکته داره. اولا میفرماد که خدا رو کامل از یاد اینا بردن، چسبیدن به دنیا. چون خدا رو از یاد بردن، خدا کسی رو دوست داشته باشه وقتی ببینه از یاد برده دوچار بلاش میکنه که بفهمه این چیزا رفتنیه، دوچار مریضیش میکنه، دوچار گرسنگیش میکنه، دوچار مشکلات اقتصادیش میکنه. و نقص من الاموال، قرآن میفرماد اموال رو میگیره، جو، گرسنگی، انفس، عزیز از دست میدی، مریض میشی، که بفهمه همه چی این دنیا نیست. آقا جان تعارف نداریم، این عین واقعیته. اگر هر کدوم ما مای 20 میلیون تومان حقوق داشته باشیم، خونه و ماشینمون به راه باشه، خیلی بدمون هم از آخرالزمان نمیاد. خیلی به اینم فکر نمی کنیم که عجب امام زمانی هم نیست، چقدر بدبختیم. میگیم کی بدبخته؟ من که 20 میلیون حقوق دارم، خونه و ماشینم هم سر جاشه. که احساس بیچارگی نمی کنیم. چرا؟ چون فهمی از این مسئله نداریم که نبود امام زمان چه بدبختیه. شما برگردی بریم مثلا چه میدونم 1000 سال پیش به مردم اون موقع بگی آقا میدونی برق چیه؟ میگه نه نمیدونم. میگن خب خیلی بیچاره ای نداری؟ میگه نه بدم نیستش، عوضش شمع دارم. چون هیچ وقت برقو نداشتی که بفهمه یعنی چی. چون ما در زمان معصوم زندگی نکردیم، اصلا نمیفهمیم یعنی چی نداشتنش یعنی چی. برای همین با 20 میلیون میشه گولمون زد. و خدای نکرده یک زندگی حیوانی رو داشته باشیم که طرف به دنیا میاد و یک حیوانی به دنیا میاد، حالا دور از این جمع شریف و بزرگوار و منتظر و امام زمانی، به دنیا میان و صبح تا شب دنبال یه لقمه غذا و بعدش هم یه همسری اختیار بکنن و بعدش هم یه زاد و ولدی کنن و بعدش هم بمیرن. بود و نبودشون هم به این دنیا هیچ اثری نداره، چه بسا نبودشون هم بهتره. مردم میگن الحمدلله شرش راحت شدیم، الحمدلله یه نفر از صف نونوایی کم. چند بار نشستیم. امروز روز تذکره. ما امروز اگه اومدیم داریم میگیم عید بیعت، روز تجدید بیعت با امام زمان عجل الله، ما هر روز باید تجدید بیعت کنیم. مگه ما تو دعای عهدمون نمیگیم فی صبیحة یومی هذا هر صبح و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی؟ ما صبح و شب بیعتت برگردن ماست، عهد و عقدت برگردن ماست. اما این مراسم رو نمادین برگزار میکنیم برای اینکه یادمون نره. آیا واقعا بود و نبود امام زمان رو حس میکنیم تو زندگیمون یا نه؟ اگر حس کردیم خودمون فبها. اگر این اتفاق نیفتاد، چون جزء جامعه مؤمنین هستیم، خدا در همین دنیا ما رو دوچار ابتلاعات میکنه، دوچار سختی ها میکنه که بفهمی جز خدا و امام زمان یاور دیگه ای نخواهی داشت. مردمی که امیرالمؤمنین رو پس زدن دوچار حجاج ابن یوسف ها شدن.
در ادامه آیه میفرماد ابواب کل شیء رو بر این مردمی که ذکر خدا رو فراموش کردن باز میکنیم. خیلی عجیبه. نمیفرماد یک درهایی براشون باز میکنیم. مثلا قومی رو خدا در قرآن ذکر میکنه، میفهم و جاب الصخر، آقا اینا صخره‌ها رو برداشته بودن سوراخ کردن، یعنی اینا معماریشون خوب بود. اما نمیگه مثلا پزشکیشون خوب بود. نمیفرماد از نجوم سر در می آوردن. نمیفرماد در ساخت ابزارالات صنعتی و نمیدونم غیره مثلا تخصص داشتن. میفرماد اینا فقط بلد بودن خوب صخره‌ها رو سوراخ کنن. اینجا بحث دیگه ایه. میفرماد ابواب کل شیء، تمام درها بر اینا باز میشه. کل شیء، چیزی رو انحصار نذاشته، چیزی رو جدا نکرده. یعنی اینا توی پزشکی، مهندسی، تو همه چی سر در میارن. از درون اتم بگیرید تا کهکشان ها. اینجا میکروسکوپ میسازن، اونجا تلسکوپ میسازن. ابواب کل شیء بر اینا باز میشه. اما مردمی هستن که یاد ما رو فراموش کردن. امام باقر علیه السلام میفرماد فتحنا علیهم ابواب کل شیء، یعنی مع دولتهم فی الدنیا و ما بسط علیهم فیها و ما بسط الیهم فیها. یعنی آقا اینا صاحب دولت میشن، صاحب جاه و مکان میشن، صاحب مقام میشن، صاحب تمدن میشن. مورد سوم اینه، میفرماد احساس پیروزی میکنن از این. میگن کار تمومه دیگه، خدا کجاست، منجی کجاست، ظهور چیه، همه چی رو به مسخره میگیرن. قرآن میفرماد ان الله لا یحب الفرحین. نه که خدا شادی رو دوست نداره، خدا الکی خوشا رو دوست نداره. کسایی که خنده های سرمستانه میزنن، کار به یه جایی میسن میگن دین چیه، حرمت چیه، واسه پیامبرش هم کاریکاتور میکشن. میفرماد اون لحظه اخذناهم بغته. نکته چهارمه، به یک باره همه چیزشون رو میگیریم. فکر نکنید ریز ریزه. میفرماد به یه شب، به یه لحظه، یه روز، دو روز، یه هفته، یعنی یک زمان کوتاه، به یک باره اینا جوری حیران میمونن که چه خاکی تو سرشون بکن. فرض بکنید کل امروز تکنولوژی دنیا رو شما نگاه بکنید، بر بستر الکترونیک و برق داره شکل میگیره. اینو تو سخنرانی قبلی عرض کردیم. نمیدونم میدونید نمیدونید، تحقیق کردید، یه مستندی هم دیگه ما مؤسسه آماده کرده، آخراشه دیگه، الان قرار بیاد بیرون دیگه. یه اون چیزای نهاییش داره انجام میشه که کره زمین هر یک زمان خیلی طولانی جای قطباش عوض میشه به خاطر این گردش مواد درونش، و وقتی این اتفاق بیفته جای قطبای زمین عوض میشه و جای قطبای زمین عوض بشه باعث میشه این خاصیت مغناطیسی دور زمین از بین بره برای چند مدت، یا به خیلی کم زور و کم انرژی بشه. نتیجهش این میشه تشعشعات خورشیدی میرسه به زمین و نتیجه این میشه که انگار بالا سر یه شهری بمب الکترومغناطیسی ترکوندی، هیچ وسیله برقی دیگه کار نخواهد کرد. این بختتنه، به یک شب اتفاق میفته اگر بخواد. نمیگم اینه الزاماً، اما ببینید عقل میگه میتونه این باشه. برید یه سرچ بکنید تو همین سایت‌های خارجی، برید ببینید چند تا امریکایی‌ها، غربی‌ها و غیره مستند در مورد همین تغییر قطبین زمین ساختن و اینکه چه خاکی باید بشر تو سرش بکنه اگه اون اتفاق بیفته. و نکته جالبش رو بدونید اینی که توی تحقیقاتی که انجام دادن، چون قبل از مستند ما خودمون تحقیقات انجام دادیم، اینا میگن ما در آستانه تغییر قطبین زمین هستیم. منتها این اپسیلونش، این زمان کمش انقدر زیاده که ما نمیدونیم فرداست یا 100 سال دیگه است. مثلا شنیدید میگن از روایات ظهور اینجوری برداشت میشه که سلاح‌ها از کار میفته. تا قبلش ما میگفتیم یعنی چی سلاح از کار میفته؟ امروز شما دنیایی رو فرض بکنید که امریکا توش بخواد بجنگه بدون ماهواره بدون برق بخواد بجنگه، چجوری میخواد بجنگه؟ اینا بعضن اسلحه‌های انفرادی و کمریشون هم برقیه. این چکانه تفنگ میبینید سیستم فینگر ریکگنایز داره، این اثر انگشت رو تشخیص میده. همین کماندوهای انگلیسی رو وقتی اسیر گرفته بودن، دقت بکنید تو سلاحاشون، اشتباه نکنم که از همین اسلحه‌ای که اونا داشتن همین بود، اسلحه‌ای که
رد داد داره، باید حتما لیزر بندازه. خب این اگه برقی نمیشه اصلا کار نکنه چطور میخواد کار کنه؟ اصلا دیگه توان جنگشون رو به یک شب دست میدن. فلذا مؤمنین ناامید نشید، نترسید از اینکه درهای همه چی به اینا باز شده. با 2 تا خودرو و نمیدونم تکنولوژی نمیدونم ساخت هواپیما و نمیدونم چی دین ایمونتون نره. ما خواستیم این اتفاق بیفته چون میخوام به یک شب به یک باره از اینها همه چیزو بگیریم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، و نسل اینا رو از بین ببریم، عقبشون رو از بین ببریم و شماها بگید الحمدلله رب العالمین. این بختتنی که میفرماد یهویی اینا رو ازشون میگیریم، نکته جالبی داره، اینی که در مورد ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بفرمایید. در چندین روایت ما داریم که ظهور حضرت بختتنه، به یک باره واقع میشه. بسیاری از افراد به یک باره خودشون رو وسط ظهور میبینن. امام زمان عجل الله توقیع دارن خطاب به شیخ مفید، میفرماد فان امرنا یبعثه فجأه، خداوند کار ما را به ناگهانی و یک باره برمی انگیزاند. یک شب میخوابیم میبینی صبح ظهور شده. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرمان وقتی از پیامبر پرسیدن که قیام کننده از فرزندان شما چه وقت ظهور میکند، حضرت در پاسخ فرمودن مثله مثل الساعه التي لا یجلیها لوقتها الا هو لا یأتیکم الا بغتة. ظهور او همچون قیامت است که آن را در زمان خاص خودش فقط خود خداوند ظاهر میسازد، جز این نیست که به طور ناگهانی برایتان رخ میدهد. امام باقر علیه السلام میفرماد یظهر کالشهاب الثاقب فی اللیل الظلماء، مثل شهابی که تو دل تاریکی به یک باره میاد آسمون رو روشن میکنه، همونطور حضرت ظهور میفرمان. ناامید نشید. امام هادی میفرماد فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم، از زیر پاهاتون به یک باره فرج شکل میگیره، در جا و زمانی که فکرشو نمی کنید. حضرت امام باقر در جای دیگر میفرماند وقتی که فقر و نیازمندی شدت یافت و مردم یکدیگر را انکار کردند، در آن زمان صبح و شام منتظر ظهور باشید. نه فقط صبح، اگه صبح دیدید ظهور شکل نگرفت شب منتظر باشید، اما ناامید نشید. نترسید از سر و صدا کردن کفار و ظالمین. میفرماد دنیایی میشه که کسی برای رفع نیاز به برادر دینیش مراجعه میکند، ولی او آن طور که قبلا با او برخورد میکرد، یعنی وقتی حاجتی نداشت با او برخورد نمیکند و آن طور که قبلا با او حرف میزد حرف نمیزند. یعنی چی؟ یعنی تا بحث پول میاد وسط، کل برادری و دینی و ایمانی اینا همشون فراموش میشه. حالا اینا رو گفتم یه مثال برای شما از همین اوضاع کنونی بزنم. بشر قره به خودش که فکر میکرد داره کهکشانها رو کشف میکنه، به یک باره درگیر یه بیماری شد به اسم کرونا، درگیر یه ویروس شد به اسم کرونا که میگفتن جمع کروناهای کل کره زمین رو جمع کنی 5 گرم میشه. 5 گرم. تمام برنامه های این همه رو زیر و رو کرد. این یه نشونه که برای من خدا کاری نداره، اصلا فارغ از این که کرونا رو خود اینا ساختن یا نساختن. بالاخره اینا هم از همون مبانی علم سلولی که از ابتدا بوده اینا بهره بردن. نجار هم اگه میز میسازه از درخت استفاده میکنه. به یک باره، عذر میخوام از محضر شما، به یک باره کل صنعت توریسم جنسی دنیا کله پا شد. کل فاحشه خونه هاشون تعطیل شد. ندیدید توی انگلیس میان تظاهرات انجام میدن بر علیه ماسک زدن؟
کل بافته هاشون پنبه شد. خدا اراده میکنه که نشون بده بیا تو رقمی نیستی. کل کرونای کره زمین 5 گرم. همون ماه اول نزدیک به 500 تا شرکت هواپیمایی ورشکست شدن. درگیر چیزی شدید که حتی نمیتونید ببینیدش. نمیتونید بفهمید کسی کرونا داره یا نداره. به یک شب به یک خبر یا یه اخبار چین رو نشون داد در اونجا رو بستن و نمیدونم چه قصه‌ای درست شد. امام باقر علیه السلام میفرماد فی قول الله، در مورد این فرمایش خدا، در مورد این آیه، فلما نسوا ما ذکروا به، که یادشون رفت اون چیزی که بهشون تذکر داده شده بود، فرمود قال لما ترکوا ولایت علی ابن ابی طالب و قد امروا بها. این میدونی از کی شروع شد؟ از همون روزی که ولایت علی رو پس زدن که ما بهشون تأکید کرده بودیم. 9 ربیع قدیر ثانیه، امام حی حاضر ما به امامت رسیده. حواس ما شیعه مگه مهمتر از این روزم داره؟ مگه کلی پیگیری شد برای اینکه 9 ربیع تعطیل باشه این مراسمات. امروز روز غیر تعطیل مردم اینطور آمدن. ما اتفاقاتی که از درجه اهمیت خیلی کمتر از 9 ربیعه در کشور تعطیلی داریم. مجلس پیگیری شد، آقایون با این استدلال که 8 ربیع امام حسن عسکری به شهادت رسیده، لحظه شهادت امام حسن عسکری امام زمان امامت رسیده، فلذا 8 ربیع رو تعطیل کردن. دیروز مثلا تعطیل بود. بابا آنچه که در عرف مردمه، آنچه که حتی علمای ما مثل سید ابن طاووس تذکر دادن. بعد همین امروز عکس صفحه کتابم گرفتم انتشار دادم که آقا 9 ربیع روز عید آغاز ولایت امام زمان عجل الله. اگر ما میدونستیم درست مطالبه میکردیم. سوال شد یا رسول الله برای چی خدا همه ابواب کل شیء رو بر اینا باز میکنه؟ پیامبر فرمود هرگاه دیدی خداوند به بنده آنچه را دوست دارد عطا می‌فرماید در حالی که آن بنده نافرمانی می‌کند، پس قطعاً آن نشانه استدراج است. یعنی استدراج یعنی به تدریج خدا میخواد اینا رو به سمت عذاب ببره، میخواد متوجه نبود خدا تو زندگیشون نشن. پس این آیه را قرائت فرمودن. در جای دیگر حضرت میفرماد وقتی دیدی خداوند بر گناهان شما عطا میکند، داری گناه میکنی بازم بهت نعمت میده، بدانید که این استدراج از طرف خداست. بدونید خشم خدا شامل حالتون شده، دیگه دوست نداره برگردی نگاش کنی. همینا رو جمع کردم برسم به این نکته زیبا. دقت بفرمایید. امام باقر علیه السلام میفرماد و اما قوله، و اما این سخن خداوند متعال، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یعنی قیام القائم. این منظور از این بخش آیه همان قیام حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواحنا فداه. دقت فرمودید آخر آیه میفرماد الحمدلله رب العالمین. امام زمانی ها دعای ندبه خونا، دعای ندبه تو چطور شروع میکنی شما؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم صل. جالب دعای ندبه با الحمدلله شروع میشه و اون فراز فکر کنم 13ام دعای ندبه است و وقتی تموم میشه یهویی شما از متا ترانا و نراک و قد نشرت لوا ان نصر ترا، اونا که میگید بعدش دیگه خدا مخاطب قرار میگیره. تا قبلش امام زمان مخاطبه. تا اونجا میگید ببینید چه عبارت عجیبی داره. دقت کنید تو اون آیه بود که ما قطع دابر، ما پشته و عقبه و جمعیت و زندگی این کسایی که ظالم هستن رو قطع میکنیم. درسته؟ تو همین جام همینه. و قطعت دابر المتکبرین و اجتثثت اصول الظالمین و نحن نقول الحمدلله رب العالمین. اون موقع است که ما میگیم الحمدلله رب العالمین.
با الحمدلله رب العالمین شروع میشه و با الحمدلله رب العالمین اون فرازی که مخاطب امام زمان عجل الله تمام میشه. این قصه کرونا به ما نشون داد که بابا اینا دنیا رو اینجوری نکنین، دنیا به یه جغله ویروس بنده. این یه مدل کار خداست. یکی دیگه هم برای شما مثال زدم، مثلا همین جابجایی قطب‌های زمین، هزاران هزار چه میدونیم اون اراده الهی و علم الهی از خداوند متعال برمیاد که یه اراده بکنه. یه سونامی در ژاپن اومد، فکرشو نمی‌کردن انقدر زیاد باشه، کل سیستمشون رو ریخت به هم. طوفان‌هایی میاد اگه خدا اراده کنه قدرتش چند برابر بشه، هیچی از اینها نمیمونه. وظیفه من تو این که منتظر پویا و فعال و داینامیک باشیم. اینا رو ولشون کن، از اینا ناامید نباش. ناامید اونهان، منتظر کسی که ناامید نمیشه هرگز. هر بد و بیرایی میخوان بهت بگن، تمسخر میخوان بکنن، سرزنش میخوان بکنن، میگن آره کجاست این امام شما 1100 سال کجاست، چرا نمیاد کمکتون؟ الان که کرونا گرفتی چرا نمیاد کمکتون؟ از این حرفا زیاد زدن. تا جامعه آماده نشه ظهوری در کار نخواهد بود. یک بار مردم به امام زمانشون سال 61 هجری گفتن آقا بیا گندمزارهایمان سبز شده است، بیا درختای خرمایمان رسیده میوه داده است. العجل گفتن، نوشتن، 18,000 نفر امضا کردن، اما پای امام زمانشون وای نایستادن، کربلا درست شد. خدا دوست نداره 10 تا 20 تا 100 تا کربلا درست بکنه. تا روزی که این جامعه مهیا نشه، قوی نشه. ببینید الان نظامی قویم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما اقتصادی ضعیفیم. ساختارهای بوروکراتیکمون مشکل داره، فساد مشاهده میشه، ناکارآمدی مشاهده میشه. اینا رو هم نه آمریکایی‌ها قرار بیاد درست بکنن، نه یه فرشته از آسمون بلند شه بیاد، نه یه عصایی نمیدونم دریا باز بکنه، نه، این به واسطه خود مؤمنین باید آماده بشه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا یه قومی رو میاره که اونا عاشق خدان، من خدام عاشقشونم. یجاهدون فی سبیل الله، برای خدا جهاد میکنن. که همه عرض کردن، برگشتن گفتن مراد از اینا کیه؟ آقا رسول الله زد به شانه پیرمردی که کنارش نشسته بود، حضرت سلمان، فرمود هذا و ذبوح، اینه و قومشن. آیه بعدیش هم که هممون خوشبختانه یا متاسفانه حفظیم، آیه ولایت امیرالمومنینه، بلا فاصله بعد از این آیه انما ولیکم الله. دیگه چطور خدا با ما حرف بزنه؟ امروز عزیزان، من خیلی نمیخواستم وارد مباحث سیاسی بشه، اما یکی دو نکته بگیم عرضم تمام. ما 80 تا 90% ضربه‌ای که داریم میخوریم از خودمونه. اگر قیمت ارز انقدر بی ثبات از خودمونه، به پیر به پیغمبر 80-90% به تحریم ها ربطی نداره. ساختار و پلن ارزی و اقتصادی ما مشکل داره، اینو خودمون باید درستش بکنیم. بابا کشورهای دنیا همه دارن دونه دونه دلار میذارن کنار. چین از ارز دیجیتالش رونمایی کرده، روسیه دیروز اعلام کرد که از ارز دیجیتالش میخواد رونمایی بکنه. همه دارن دلار میذارن کنار. این ناکارآمدی ماست. بانک‌های ما 3000 میلیارد حجم نقدینگی تو کشوره، 3000 میلیارد ریال هم نه تومن. بانک‌های ما شب تا صبح بلند میشن تولید نقدینگی میکنن. این دیگه چه ربطی با آمریکا داره؟ از یک جهت به آمریکا ربط داره ها. از چه جهتی؟ از این جهت و کسایی که آمریکا رو دوست دارن دارن این خرابکاری‌ها رو میکنن. و کسایی که عاشق آمریکان دارن این کارا رو میکنن. و عزیزانی که اقتصاد خوندن، حسابداری خوندن، اینا میفهمن من چی میگم. شما که میرید سپرده میذارید توی بانکی، سپرده شما بدهی بانک تو ترازنامه نوشته میشه. چون پول مال شماست، شما برده اونجا گذاشتی، بدهی بانکه. وام که بانک میده داراییشه. وقتی وام میده به کسی یعنی داراییشو قرض میده به کسی به امید اون سود بیشترش.
وقتی بانک‌های ما به یه سری از سوگلی‌ها و نور چشمی‌ها بانک‌های چند صد میلیاردی هزار میلیاردی دادن با وثیقه‌های بیخود که این زنده نمی‌شد، میدونی چیکار می‌کردن سر سال؟ 100 میلیارد پول دادن به طرف، مثلا قرار سر سال 110 میلیارد بگیرن، مثال همینطور. طرف میگفت ندارم، یه وثیقه 10 میلیاردی هم گذاشته بود. اینا باید صادقانه میومدن اعلام میکردن آقا 100 میلیارد تومان از پول بانک، از دارایی بانک پرید رفت. این باعث میشه ترازشون چی بشه؟ منفی باشه، سقوط کنن. میومدن چیکار میکردن؟ همون فردو میگفتن خب تو پارسال 100 میلیارد مگه نگرفتی، الان باید 110 میلیارد برگردونی. میگفتن چرا؟ میگه بیا اینجا بشین، امسال ما دوباره 110 میلیارد به تو وام میدیم. مگه نگفتیم وام دارایی بانکه؟ یه دارایی سوری شناسایی میکنه. همینطور تون تون تولید نقدینگی. قبلا پول بدون پشتوانه چاپ میکردن، الان پول بدون پشتوانه تایپ میکنن. این دست آمریکاست یا دست بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادداری و دستگاه‌های نظارتی که بی ارزگی کردن نتونستن بررسی کنن؟ آی مردم، آی آقایان، آی مسئولین، اینجا شیعه خانه امام زمانه. خون دلها خورده شده برای اینکه شیعه بتونه حکومت تشکیل بده. میفهمید دارید چی کار میکنید؟ آی مردم، خدا با ما مثل بقیه کشورها تا نمیکنه ها. ما ادعا کردیم، ما گفتیم رقم میزنیم ظهورو، ما پای ولی معصوم میستیم، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. از این حرفا زدیم. انتظار داری از این حرفا بزنیم امتحان نشیم؟ این رو هم فقط ما مردم میتونیم جلوشو بگیریم. ماییم که اینجوری رأی میدیم. ماییم که میتونن با یک کلیپ توی شبکه‌های اجتماعی بالا و پایینمون کنن، بریزن اون این ور اون ورمون کنن. خود ماییم. جامعه باید رشد پیدا بکنه. تا جامعه رشد پیدا نکنه همینه. 23 میلیون میان به یکی رأی میدن، بقیه هم بیچاره میکنن. 10 میلیون میان باز به این ور رأی میدن، اون طرفی‌ها رو بیچاره میکنن. خدا قوم سبا رو وقتی عذاب برشون فرستاد گفتن خدای این خوبا رو چرا نابود کردی؟ فرمود برای اینکه ساکت بودن. تراخوش دیگه با هم میسوزه. شما یه جامعه اید. بچه توی خونه درو باز بذاره، یادش بره قفل بکنه، دزد میزنه، طلای مادره رو هم میبره. میگه مادره چه گناهی کرد؟ میگه یه خانواده اید. باید حساس باشیم نسبت به اتفاقات دور و برمون. درس بگیریم آی مردم به پیر به پیغمبر. من همین مشهد از 92 دارم همینجا یادم سخنرانی کردم به عنوان رئیس جمهور علوی، موضوعش بود. خاطرم از وقتی رسیدم مشهد این دوستان میگفتن داشتیم بنرهای شما رو میزدیم، مثلا رئیس جمهور علوی سخنرانی مثلا رائفی پور میگفت، مردم فکر می‌کردن بعضی که رد می‌شدن این هم انتخابات شرکت کرده، فکر می‌کردن مثلا ما بنر تبلیغاتیمونه. مثلا ما خودمونیم داریم این کارو انجام، از ماست که بر ماست. فکر نکن ما بیایم اینجا دم از امام زمان بزنیم، حالا دو تا پرچم هم تکون میدیم و یه اشک و یه گریه و دو تا کف هم میزنیم و آخ چون تجدید بیعت کردیم خداحافظ دوباره سر خون زندگیمون. نعوذ بالله، اهل بیت رو مسخره کردیم یا خودمونو؟ نه خیر عزیزم، باید هزینه بدیم، باید توجه داشته باشیم. اونجایی که مردونه وایستادیم به خدا اعتماد کردیم، خودمون رسوندیم تا مدیترانه. اون جایی که چشم دوختیم به کفار و ظالمین، وای بر مملکتی که اقتصادشو گره بزنه به این که الاغ میخواد تو آمریکا رأی بیاره یا فیل. نماد دموکرات‌ها توی آمریکا الاغ، نماد جمهوری خواه فیله. آقا بایدن رأی میاره یا ترامپ، ببینیم دلار چیکار کنیم بالاخره. دست نگه دارید بذارید انتخابات آمریکا تموم بشه. انتخابات آمریکا چه دخلی داره به جیب مردم ما؟ سگ زرد برادر شغاله. نه همشون مثل همن.
این دست میزنید ما باعث میشه وقتی که حرفا سیاسی تر بشه خطرناک بشه، ما تمومش کنیم دیگه. خدا خیرتون بده انشالله، اجرتون با. من کسی نیستم بخوام تشکر کنم، چون شما وظیفتون رو انجام دادید برای امام زمانتون، ما هم داریم وظیفمون رو انجام میدیم. اما به نیابت از عزیزان برگزار کننده این مراسم تشکر ویژه میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، تشریف آوردن. ما میایم اینجا مراسم، من سخنرانی میکنم میرم، شما هم بلند میشید میارید این بچه‌هایی که مدت هاست این بنرها رو بزنن تو شهر و اینجا رو آماده کنن، و این دوستانی که ورزشگاه رو هماهنگ کردن، مسئولین این ورزشگاه، همه دارن زحمت میکشن. اجرشون با مادر سعادت، اجرشون با خود حضرت زهرا سلام الله علیها، اجرشون با آقا صاحب الزمان. این تلنگره تو ذهنمون بمونه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. صلوات عنایت بفرمایید.